اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان. خب این جلسه رو انشاءالله ما به بعضی از شبهات مطرح شده در مورد گفته‌های و سروده‌های مولوی در مثنوی می‌خوایم اشاره بکنیم. یکی می‌خوایم اشاره بکنیم به جملاتی که آقای میرباقری مطرح کردن در نقد مولوی و افکار مولوی و یکی از ابیات مولوی، و بعد جمله است ناظر به یکی از بزرگان که به داستان موسی و شبان یا شبان که ظاهراً بیشتر شبان درسته اشکال کردند و گفتند که این یک داستان ضد قرآنی هست و اشارتی هم به داستان عاشورا بکنیم در مثنوی. حالا اشارتی نمیخوام در موردش خیلی بحث بکنیم، اما من این جملات رو از آقای میرباقری آوردم مطرح میکنم. تمام حرف و اشکالی که ایشون در مسئله خدمتون عرض بکنم که مثنوی مطرح کردن با این بیت هست که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. همه حرف ما این هست که بزرگان مثل مرحوم امام و دیگرانی که این بیت رو تفسیر کردن و حرف زدن در موردش دقیقاً مشخص کردن که این بیت ناظر به چه چیز و چه جایگاهی است. و حرف ما اینجاست که سرور مکرم جناب آقای میرباقری اساساً بیت رو در جایگاه خودش به کار نبردن. من بعضی از عباراتشون رو میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون این گونه مطرح میکنن، حتی این فایل صوتیش هم هستا. من این را دارم در حوزه علمیه قم میگویم، با عرفان مولوی نمیشود جهان را اداره کرد. این چه عرفانی است که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. کتاب‌های اینها را مقدس می‌دانیم و در کنار قرآن می‌گذاریم. کجا کنار قرآن است مثنوی؟ خب خجالت بکشیم دیگر. این جمله است که ایشون مطرح کرد. با عرفان مولوی نمی‌شود جهان را اداره کرد. حالا اداره جهان چه ربطی به عرفان مولوی و عرفان داره؟ اون در جای خودش باید بحث بشه. سلام علیکم. که آیا عرفان به عنوان یک علم نظری، یک علم دیگه، آیا قرار است ما با عرفان جهان رو اداره بکنیم؟ عرض کردم به دوستان که ما بنا به دلایلی دوباره قضیه میرباقری رو هم حالا 3 تا اشکال می‌خوایم بگیم دوباره داریم مطرحش. بعد در جای دیگری مطرح میکنن ایشون که در این جنگ فرهنگی اینها در اردوگاه دشمنند، اینها اسلام و آمریکایی است، از دل این عرفان حکومت در نمی آید. چون ایشون یکی از آقایونی که حالا خیلی مدعی مثنوی پژوهی هست در دل دشمن هست، دیگه قیاس کردن که تمام اونهایی که اهل مثنوی و عرفان مولوی هستن هم در اردوگاه دشمن هستن. یعنی تمام اونهایی که به مولوی ارادت دارن و حرفای مولوی رو پایین بالا میکنن و مولوی رو دوست دارن، جایگاهشون کجاست؟ در اسلام و آمریکایی است. و کجا؟ و امریکا. بله ایشون اینجا دارن در این جنگ فرهنگی اینها در اردوگاه دشمنند، اینها اسلام و آمریکایی است، از دل این عرفان حکومت در نمی آید. این عرفان ها نمیگویم عرفان امام، عرفان امام عرفانی است که از دلش حکومت در می آید، جنگ در می آید. اما از دل مولوی معلوم است کی در می آید دیگر. ناظر به مثلا دکتر سروش و این است. خب جوابی که ما بیم بزرگوار میدیم، اولا که عرفان نیومده جهان رو، نحوه مدیریت جهان رو به ما بگه. این اولنش. یعنی هیچ عارفی در عرفان نظری
که قلم زده نیومده بگه از دل عرفان نظری من میخوام حکومت جهانی درست بکنم. عرفان نظری یه علمی است مشخصه. مثنوی هم کتابی است که جزء کتبی است که میشود عرفان نظری رو با او آموخت. بعدم اگه قرار باشه هر کسی که حرفای مثنوی و مولوی رو پایین بالا میکنه مشکل دار باشه، خب یکی از اونهایی که پایین بالا میکنه و در موردش حرف زده و سخن گفته مرحوم امامه. مرحوم امام از مولوی به عنوان عارف معنوی یاد میکنه، یا مثلا رهبری از مولوی همون تعبیری رو به کار میبره در مورد مثنوی که خود مولوی به کار میبره که هذا کتاب المثنوی و هو اصول الدین فی کشف اسرار الوصول و الیقین و هو فقه الله ازهر شرع الله الاکبر. فکر میکنم اینطوری باشه. یعنی خب اگه قرار باشه که ما هر کسی که از مثنوی دم میزنه و از افکار مولوی دم میزنه او رو به دل اسلام آمریکایی بندازیم، خب این گوشه کاری کمکی مشکله داره. دلیل مهمترین دلیلی که این حرفا رو میزنن این است که الان عرض میکنم دیگه بیت رو نفهمیدن. خب دیگه بعد میگه که چون اینا بعد دقت کنید این حرفا در چه زمانی زده شده. این حرفا تو اوج فکر میکنم اون درگیری‌های سال 88 و 89 سر قضایای انتخابات سال 88 و اون مسائلی که به وجود اومد و اینکه حالا دکتر سروش دیگه خیلی رفت اونور میگه از دل این عرفان اینها در میان. خب اگه از دل آره مثلا مگه ما میتونیم بگیم آقا یه نمونه‌ای هست اون چه استقرائی آخه، چه استقراء ناقصی. خب میگم دیگه اگه بخوایم اینو بگیم آقای جوادی میره زیر سوال، آقای حسن زاده میره زیر سوال، آقای خود رهبری میره زیر سوال، مرحوم امام بره زیر سوال، همه برن زیر سوال که چی که از مولوی دم میزنن. میخوام بگم چقدر استدلال سخیفه که چون یک نفر از مولوی خانان و مولوی دانان در مثلا اردوگاه دشمن فعلا پس از دل این عرفان. خب اگه بخوایم اینطوری بگیم که خیلی مشکل میشه. این متاسفانه مشکلی است که وجود. بعد میرسن به اینجا در یک فراز دیگری میگن که باز آقای میرباقری میگن توحیدی که صلح کل باشد، توحیدی که صلح کلی باشد، این صلح کل باشد، این با همه خوب باشه. خود این تلقی از توحید خلاف بصیرت است. گاهی قرائت از اسلام است ولی قرائت از اسلامی است که بصیرت را از انسان میگیرد. اولا که ببینید این آقایون باز فرق ما بین پلورالیست وجودی و معرفتی رو نمیدونن، این مشکلات براشون پیش اومده. پلورالیست معرفتی همین حرفی است که آقایون میزنن که ما هیچ حق مطلقی در عالم نداریم، حالا به یک تعبیر، و همه ما بهره از حق هستیم، شیعه حق، سنی حق، مثلا مسیحی حق، یهودی. حالا بالاخره هر کسی حالا ممکنه بعضی ها مثلا مطالب حق آمیزشون بیشتر باشه ولی یک از حق مطلق نیست. همه ما بهره از حق. این میشه پلورالیسم معرفتی به یک معنی. حالا بحثش خیلی مفصله، من فقط خیلی مختصر بخوام در موردش صحبت بکنم. همه حقی، پلورالیست معرفتی به این معنی که همه بهره از حق هستن و ما هیچ حق مطلقی نداریم در عالم که بخوایم در موردش اون رو ملاک و نفس الامر قرار بدیم. برای چی؟ برای تفکرمون، برای مسائلمون. و بعد از درون این حرفای زیادی در میاد دیگه. یه پلورالیست داریم، پلورالیست وجودیه. پلورالیست وجودی غیر از پلورالیست معرفتیه. پلورالیست وجودی همین همه حقی وجودی به معنی تکوینیه، این اون چه که وجودی. آره، عرفا وقتی که از پلورالیست حرف میزنن منظورشون پلورالیست معرفتی نیست، بلکه منظورشون پلورالیست وجودیه، نه معرفتی. تفکیک اینها رو نمیدونن، وگرنه خود مولوی دیگه به سخن بالا و به خلاصه فریاد میزنه که نام شاهان از درمها برکنند، نام احمد تا آمد بر میزنند، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. یعنی خود مولوی داره تصریح میکنه که من پیامبر رو 100 میدونم،
بقیه رو 80 و 90 و 70 و 60 و 50 میدونم. باید اینو داشته باشی که همه رو داشته باشی، یعنی حق مطلق دیگه. میخوام بگم این تفکیک نکردن بین پلورالیست وجودی و معرفتی و نخوندن مثنوی پیش استاد مثنوی و نخوندن عرفان نظری پیش استاد عرفان نظری کار دست آدم، اصلا نخوندن هر علمی پیش استاد اون علم کار دست آدم میده، مخصوصا تو این علوم انسانی که کار رو برای انسان سخت میکنه. خب بعدیشون باز در اینجا مطرح میکنن که بالاخره اون اول حرفشون همینو میگن که بالاخره حرفای خوشگل زده و نمیدونم بعد میگن شیطون هم پدر جد این حرفاست و یعنی قیاس باز شیطون با مولوی واقعا. بعد در یکی از فرازهای آخر صحبتشون میگن که آن قرائتی که میگوید، دوباره برمیگردن به اون قرائت، آن قرائتی که میگوید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. خب اگر شما اینجوری گفتید الان هم جنگ موسی با موساست دیگر، موساست دیگر، یعنی میگه جنگ. حالا اما چرا ایشون متوجه این معنا نبودن که اساساً این چیزی که بیان میشه اصلا ربطی به اون چیزی که ایشون میگه نداره؟ ببینید ایشون قضیه رو آورده از عالم وحدت به کثرت، یعنی آوردهش گفته خب الان جنگ دیگه، الان عالم کثرات دیگه، در حالی که همه بزرگان مولوی پژوه و مثنوی پژوه از جمله مرحوم امام در تفسیر سوره حمد میگن اساساً این بیت اصلا ناظر به عالم کثرت و خارج نیست، ناظر به عالم وحدته، نه به عالم کثرت، ناظر به عالم بیرنگیه، بی‌تعلقیه، نه عالم تعلق. ببینید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. اولا ایشون باز یکی از اشکالاتی که بیشون وارده، موسی با موسی رو متوجه نشدن. موسی با موسی یا موسی با موسی نیست، حضرت موسی با موسی نیست. موسی یعنی پیرو موسی با پیرو موسی، مثل که ما میگیم قمی فلانی مثلا تهرونیه، ایرانیه، مثلا یه نسبتیه دیگه. پس ببینید اولا این موسی با موسی منتسب و پیرو به حضرت موسی است، نه خود حضرت موسی. ثانیاً این که میگه بیرنگی یعنی هستی محض، یعنی حقیقت ناب، یعنی اونجایی که هیچ اختلافی بین هیچ کس نیست. اسیر رنگ شد یعنی چی شد؟ یعنی تعلق گرفت، رنگ دار شد، به این معنا که یه تعلقی گرفت اومد تو عالم کثرت، مادی شد، یعنی از اون عالم وحدت و بی تعینی، از اون عالم بی قیدی قید زده شد، اومد تو چی؟ از عالم مثلا بگیریم ارواح، مثلا اومد به عالم اجساد. آقای میر باقری قضیه رو بردن رو عالم اجساد، میگن خب اگه اینطوریه خب همه با هم جنگ هیچکی با هیچکی جنگ نداشته باشه، همه با هم خوب باشن. که بزرگوار اصلا این بیت ناظر به اونجایی که شما میگید نیست، این بیت اصلا ناظر به کره زمین نیست، ناظر به انسان‌های روی کره زمین نیست که بگیم این آدم با اون آدم دعوا شده. این ناظر به این است که در عالم حقیقت هیچ کس با هیچ کس جنگ و دعوا نداره. لذا در بیت یکی از ابیات دیگر اونجا ایشون مولوی تصریح میکنه چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارد داشتی. حتی موسی و فرعون هم آشتی دارن. اونجا میگه پیرو موسی، میگه وقتی که بیرنگی اسیر رنگ شد، پیرو موسی با پیرو دیگر موسی دعوا میکنه. ولی وقتی که میگه که نه، اگر با سیر و سلوک و تهذیب درون ما بریم جلو، به مقام بیرنگی و وحدت برسیم، حتی موسی و فرعون هم با هم دعوا ندارن. واقعا همینطوری، یعنی وقتی حقیقت برای همه مشخصه، حقیقت برای همه مشخص باشه. موسی هم با حضرت موسی هم با فرعون دعوایی نداره که. ولی این خود ما حتی مؤیدات روایی داریم که مثلا داره که مثلا فرعون، حالا من کاری ندارم به سند روایاتشون، اینا فعلا بحث سندی من نمیخوام بکنم، که فرعون می آمده مثلا شبها عبادت خدا میکردیم، گفته خدایا مثلا دم تو گرم که ما رو ضایع نمی‌کنی پهلو خلق الله، ولی خودت میدونی که من بنده تو هم. حتی ما روایت داریم در این زمینه، یا بعضی این حرفا رو زدن. ولی میخوام بگم در اون مقام حقیقت
دعوایی نیست. حتی خداوکیلی، شما اگر موسی و فرعون رو بذارید یه جایی، به موسی بگیم آقا این، به فرعون بگیم که شما این دنیا دوستی و دنیا طلبی تو بذار کنار، حقیقت مطلب حق با کیه؟ اونجا خود او اعتراف خواهد کرد که حق با موسی است. ولی وقتی که این میاد تو عالم کثرت تعین میگیره و بعد چی میشه؟ پس جناب آقای میر باقری بزرگوار، نه اون موسی به معنی موسی است که با موسی در جنگ شده، بر فرض هم که باشه، اساساً این بیت ناظر به اون جایی که شما در موردش صحبت کردید نیست. لذا این رو باید دقت بکنیم که از نظرمون مخفی نماند این مسائل. این از قضیه جناب آقای میر باقری و مطلبی که در باب این کتاب مطرح کرد، در باب این بیت مطرح کرد. اما یک داستانی داره مثنوی به نام داستان موسی و شبان. موسی و، البته بعضیا و یا اکثرا همون موسی و شبان میخونن، ولی ظاهرا از شما فرهنگ لغت هم نگاه بکنید شبان ظاهرا درست‌تر باشه. و اولا که خب حالا اشکال میکنن، یکی از آقایون اشکال کرده بود که این جزو داستان‌های ضد قرآنی است و مثلا قرآن برخلاف این است. چون داستان این گونه است که این گونه شروع میشه دیگه بالاخره. حالا من بعضیاشو بخوام بخونم، یه صلواتی بفرستین. الله ماشاءالله علی محمد. هم شبان هم شبان، ولی نوعا اولش با او نوشته میشه، یعنی ظاهرا اون شبان ظاهرا درست تر باشه. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته گزیننده اله. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. این نمت یعنی این راه روش بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کی استی ای فلان. داستان این گونه است که بالاخره، البته اینم دقت بکنید که این داستان ظاهرا از تفکرات و زائیده های خود به قول معروف مولویه، یعنی زائیده فکر مولوی است. آره دیگه، یعنی به قول معروف زائیده تفکر اوست دیگه. نه، ولی این نکته اینجاست که آیا واقعاً این داستان محمل درستی میتواند داشته باشد یا نه؟ که یک چوپان یا شبان بیاد با خداش حرف بزنه و بعد پیامبر خدا بیاد و این گونه توبیخش کنه، بگه تو دیگه رفتی تو جهنم و بعد خدا وحی بفرسته که آقا با این بنده ما چی کار داری، تو بذار کارشو بکنه، تو چی کار داری مثلا؟ آیا این خب ظاهر قضیه اینه که خب نه دیگه، اگه اینطوری بود که پیامبرانو چرا خدا فرستاد، برایش این همه آمد، 124,000 تا اومدن. ولی من میخوام از یک نظرگاه دیگری وارد داستان بشم و اون این هست که دوستان، خدا معیار ثواب و عقابش و معیار کار داشتنش با انسانها بر اساس عقلی است که به اونها داده. عقل با همه تقسیماتی که داره، حالا عقل مستفاد، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل نظری، عقل عملی، چه میدونم، و تقسیم بندی هایی که برای عقل مطرح میکنن، عقل نیروی اعطایی از جانب حضرت حق است. برای چی؟ برای تفکر در انسان. ولی خدا ظاهراً به همه یک جور عقل نداده. بعضی ها خیلی عاقلن، بعضی ها عقلن، مثلا خیلی دیگه دقیق حرف میزنن، بعضی ها ادقن، بعضی ها نه، انسان های ساده ای هستن.
و که تعبیرش هم ما در روایاتمون داریم که اکثر اهل الجنه اساسا البلها، اکثر اهل الجنه انسان‌های ساده، یا من میگفتم که مثلا ساده و اونهایی که ساده میگیرن، زرنگن ولی میگن ولش کن، از کنارش میگذرن. ببینید عقل چیزی است که مناط و ملاک ثواب و عقاب حضرت حق. ما باید ببینیم آیا چنین چیزی ما در مجامع رواییمون داریم، چون شبان در اینجا مظهر انسان چیه؟ ساده است دیگه، آدم ساده ای که خدا رو هم خیلی نمیشناسه و یک تصویری از خدا داره و با همون تصویر میره جلو. در روایات ما داریم، فکر کنم در کتاب شریف اصول کافی باشه، که یک عابدی شدیداً صبح تا شب و شب تا صبح مشغول عبادت بود. یکی از فرشتگان به خدا گفت خدایا من میخوام جایگاه این عابد رو در بهشت ببینم. خدا هم جایگاه او رو نشون داد، دید جایگاه بسیار کمیه. به خدا گفت خدایا مثلا این تمام وقتش برای تو گرفته میشه، این چیه مثلا این 200 متری که به این دادی؟ یا حداقل یه 2-3 هزار متر مثلا توی لواسون باید بهش بدی دیگه. تو لواسون گفتیم یاد آقای طبری افتادیم که میگه اگه بگم تمام لواسون رو به نامم میزنن خدا لعنت کنه اینا رو. خدمتتون عرض بکنم که خدا گفت چند روزی با این باش، مثلا ببین اوضاع چطور. اینا با هم، این فرشته اومد به صورت مثلا انسان، رفت با این زاهد با هم رفیق شدن و این چند روز که گذشت، اینا یه روز مثلا بعد از ظهر نشسته بودن داشتن با هم صحبت میکردن. این زاهده برگشت به این فرشته گفت که ای کاش خدا یه خری می داشت، این خر می اومد این چمن‌ها رو می خورد و هم یه چرای مثلا می کرد، هم اینا کوتاه می شد. این فرشته تازه دوزارش افتاد که خدا اون 200 متر هم از سر این چیه؟ زیاده، این باید یه 50 متری بهش بده. یه اینقدر عقلش نمیکشه که بابا خدا خر نداره به این معنایی که خر خدا بخواد بیاد پایین چیکار کنه. پس ما چنین چیزهایی رو در بین روایاتمون هم داریم. من میخوام بگم این ریشه در روایات و مفاهیم دینی ما داره که بالاخره چنین چیزی وجود داره. و این داستان در شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه است که در زمان حضرت موسی یه عابدی بود از بنی اسرائیل و این داستان براش اتفاق میفته، تو اونجاست. این یک. اما یک داستان دیگری باز، این داستان که دارم میگم اینا داستان نه، یه داستان واقعیت، یعنی پشتوانه روایت. در تفسیر ابوالفتوح رازی یک روایتی با همین مضمون وجود داره. اون روایت میگه که روزی نبی مکرم نماز بامداد را میگذارد، نماز میخوند، نماز بامداد. یه اعرابی نو مسلمانی، یعنی یه کسی که دیگه داغ انقلابی سال 57، یعنی انقلابی دیگه 22 بهمن مثلا ساعت 12 ظهر 22 بهمن 1957، خیلی داغ بهش اقتدا کرده بود، تازه مسلمان شده، حالا اومده نماز خونده پشت سر پیامبر. حضرت وقتی که سوره حمد رو خوندن، بعد اومدن سوره نازعات رو شروع کردن بخوندن. خب سوره نازعات یک آیه‌ای داره میرسه به اینجا که خدای تعالی از قول فرعون میگه انا ربکم الاعلی. یعنی آیه قرآنه دیگه، ولی خدا داره از قول کی میگه؟ از قول فرعون. این اعرابی از سر اون اعتقاد پاکی که داشت، چون از قول کی بود؟ از قول فرعون بود دیگه، طاقت نیاورد و بین نماز برگشت گفت کذب ابن الزانیه، دروغ گفته خلاصه مادر به خطا، سر نماز. پیامبر حالا داره نماز میخونه. این به بعد از اینکه نماز تموم شد، این دور و بریا ریختن سرش که مثلا فلان شده، پیغمبر خدا داره نماز میخونه، داره آیه قرآن میخونه، مثلا اون انا ربکم الاعلی مال آیه قرآنه، چیکار داری تو به قول فرعون و اینا؟ پیامبر اونجا بعد میگه جبرئیل نازل شد، گفت که به پیامبر گفت که خدایت سلام رساند
و میگوید این قوم را بگو تا زبان ملامت از او کوتاه کنند، من فحش او را به منزله تسبیح و تحلیل برگرفتم. ببینید خیلی جالب، یعنی چون از سر چی بوده؟ از سر صفا بوده. بعدم خب خدا میدونه، پیغمبرش هم میدونه که خیلی بیاد بری توضیح بده این نمیفهمه اصلا. بیاد توضیح بده آقا من دارم آیه قرآن میخونم، من قول فرعون رو از زبان خدا دارم میگم. آره تو اگه جای فرعون رو دیدی گردنش هم بزن، ولی فعلا اینجا آیه چیه؟ تو به این فرعون نمیتونی بدون وضو دست بزنی. تو اگر بخوای به این فرعون قرآنی دست بزنی باید وضو داشته باشی. میگه ولش کن، فحش هم داد اشکالی نداره. این فحشش در منزله چیه؟ به منزله تسبیح، و چون از سر چیه؟ از سر اون غیرت مسلمانیشه. لذا میخوام بگم که ما چنین چیزهایی رو داشتیم، یعنی اینطوری نبوده که بگیم آقا یه چیزی رو تا ببینیم بگیم آقا این ضد قرآنه و این نمیدونم ضد، نه. بعد این قضیه یه قضیه دیگه هم بخوام مطرح بکنم اینه که بالاخره هر کدوم از ما بزرگواران یک خدایی داریم، چه بخوایم چه نخوایم. در عین این که باید خدامون رو به خدای قرآن و روایات و مخصوصا به خدای قرآن و ادعیه رسیده از اهل بیت نزدیک بکنیم، ولی بالاخره ما همواره یک تصویری از خدا داریم. آقا خدای من ممکنه با خدای شما در ذهنم فرق بکنه، خدای آقا ممکنه با خدای آقا فرق بکنه. لذا یکی از شعرهای شعر قشنگی گفته که، حالا باز اینم که دارم میگم باز پشتوانه روایی داره، که یکی از معصومین علیهم السلام، حالا نمیدونم امام باقر هستن یا امام سجاد علیه السلام، میفرمایند که کل ما میزتموه باوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مصنوع لکم مثلکم. ببینید هر آنچه که شما کل ما میزتموه باوهامکم، یعنی خیلی هم بخواید درستش بکنید و در مورد خدا بگید، این چیزی که در مورد خدا دارید میگید چیه؟ مخلوق شماست، ساخته خود شماست. بعد در ادامه حضرت یک روایت قشنگی که هست، حالا در ادامهش میفرمایند که اگر یک مورچه بخواد خدا رو تصویر کنه برای خدا چی میذاره؟ شاخک میذاره، چون خودش شاخک داره برای خدا. شاعرم خیلی زیبا میگه که مور ضعیف و ناتوان چون شکل یزدانی کشد، بیشک مثال مورچه با شاخ حیوانی کشد. مغز شبان هم نقشه موسی بن عمرانی کشد، در دست مانی گر فتد او صورت مانی کشد. ادراک هر جنبنده نقش خیش را داراستی. بالاخره دوستان این خیلی مهمه که ما بفهمیم بنده های خدا متفاوتن، استعدادها متفاوت است، عقلهای ودیعه در ما متفاوت است، فهم انسان ها از مسائل متفاوت است. آقا مگر سلمان، ابوذر و میثم تمار مثل هم هر سه مگه شیعه نبودن؟ مگه هر سه شیعه حضرت امیر نبودن؟ مگه هر سه شیعه درجه یک حضرت امیر نبودن؟ چرا؟ مثل هم فکر میکردن؟ مگه ما در روایاتمون نداریم که لو علم ابوذر ما فی قلب مثلا سلمان لقتله؟ اونچه سلمان میدانست، اگر ابوذر بداند اونچه سلمان میدانست او رو میکشت. چرا؟ چون ظرفیتشو نداشت، تحملشو نداشت. یا میثم به عنوان کسی که اهل سر بود، اسرار رو حضرت به اون میگفت، که میگفت کی مثلا کی کشته میشه، کی چه مدلی کشته میشه، که اون میدانست. و اینها چیزای واقعیاتی است که وجود داره. ولی نکته اینجاست که انسان‌ها متفاوتند، فهم انسان‌ها هم متفاوته، فهم این سه بزرگوار متفاوته. اون چه حضرت امیر به سلمان میگه به ابوذر نمیگه. سلمان اهل سره، میثم اهل سره. اون چه به میثم میگه ممکنه به سلمان، به ابوذر نگه. اصلا ممکنه بعضی چیزا رو به ابوذر بگه به سلمان نگه. مگه قراره ما دین رو یکسان مطرح؟ اصلا شما در یک کلاس اگر معلم بیاد بگه من آقا همه شاگردامو میخوام با هم،
به یک چشم نگاه کنه خب غلطه. یه شاگرد ذهن جوالی داره، سوال بیشتر میپرسه. یک شاگرد میبینید همچین به قول معروف ذهنش اون آمادگی رو نداره. خب باید معلم بگه خب نه دیگه من معلمم، به صورت یکسان میخوام برخورد کنم. خب این یکسان برخورد کردن بی‌عدالتیه. عدالت اقتضا میکنه که تو با این بیشتر سر و کله بزنی، به این کمتر گیر بدی. یعنی اگر یک نفر با آیکیو خیلی بالا شد 19 بهش گیر بدی که چرا 19 شدی، ولی اگر یک شاگردی رو داشتی که 12 گرفت و تو میدانی که این بنده خدا همیشه نمره 6 و 7 بوده، بیاری تشویقش کنی، بگی باریکلا دم شما گرم، زحمت کشیدین، لطف کردین، 12 گرفتین، که این تشویق بشه. برای چی؟ برای که خیلی واضحه این قضیه. لذا شبان رو شما در این داستان به عنوان یک انسانی بگیرید که درسته که داره با خدا این گونه صحبت میکنه، ولی این با خدا سخن گفتنش چون مغز کوچکی داره و جهان کوچکی داره و خدای کوچکی داره، این خداش همینه. تازه اگر قرار باشه با او برخوردی هم صورت بگیره، نباید قهری باشه، باید بیاریش بنشونیش. مثلا پیغمبرها چطوری با افراد صحبت میکردن؟ آقا اینطور که میگید نیستا، بیا براش صغرا کبرا بچینی که بگی این کاری که تو داری میکنی، این سیستمی که تو داری میری سیستم درستی نیست. پس دقت بکنیم که پس ما هم از تفسیر ابوالفتوح رازی، هم از تفسیر نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی روایات و مضامین رو آوردیم و در مورد عقل سخن گفتیم و گفتیم نه، این که ما به یک داستان برسیم و مثنوی رو پیش استاد نخونیم و بعد بگیم که اون چه در این کتاب آمده است مخصوصا در این زمینه کفر است و ضد قرآن هست، نه خیر، این گونه نیست. این تا اینجا. حالا اگه سوالی کسی داره در خدمتم، وگرنه بحث امروز رو تمام کنیم. نه یک کافی باشه آقای خلیلزاده، هر چی آقای خلیلزاده بگم. خلاصه ایشون هر چی بگه ما منزل تحلیل میگیریم. میگن که بلال حبشی این به قول من زبانش میگرفت، نمیتونست شین بگه ظاهرا، وقتی میخواست بگه میگفت اشهد الله. صدای زیبایی داشت، خیلی نفس گرمی داشت. این رو مرحوم آقای مجتهدی فکر میکنم میگفتن که به پیامبر میگفتن بابا این آقا اشهد نمیگه، آقا تو میگه اشهد، اون سینش واسه ما شینه مثلا همینجا. بعد ایشون میگفت من دنبال یه طلبه‌ای میگردم که خلاص سینش شین باشه، چون خیلی از طلبه‌ها و دانشجوها شینشون هم سینم نیست حتی، ولی این طلبه‌ای که سینش شین باشه پلو پیغمبر خیلی مهمه. حالا انشالله که خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه انشالله. حالا اگر بخوام یک نمیدونم بگم داستان کربلا رو هم 3-4 دقیقه، خیلی حالا نمیخوام در موردش صحبت کنم. در مورد داستان کربلا هم که میگن مولوی علیه مثلا چیز صحبت کرد و علیه در اون داستان که شیعیان حلب بودند و در روز عاشورا اون شیعه میرسه میبینه اون شخص میرسه به حلب، میگه شما دارید چیکار میکنید؟ میگن ما داریم عزاداری میکنیم و اینها. و بعد یه بیت هم از خودشون اختراع کردن و وسط مسطا گذاشتن که اصلا چنین بیتی اصلا در هیچ نسخه مثنوی نیست. اون بیت اینه که همونطوری که شعر رو دارن میخونن این بیت خودشون اضافی کردن، چون شعر اگر الان تو ذهنم نیست شعر چگونه است، اولش چطوری شروع میشه، که بینش این شعر رو اضافی کردن که کورکورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا. اصلا این کورکورانه مرو در کربلا تا نیفتی چون حسین اندر بلا در هیچ نسخه نه نیکلسون نه قونی اصلا در هیچ نسخه مثنوی پیدا نمیشه. این یک. بعدم اصلا کورکورانه مرو در کربلا، این کلمه کورکورانه یک کلمه جدیدیه که اصلا اون زمان نبوده.
آره این کورانه استفاده میکردن اصلا چنین، بعدم اصلا اساسا چنین بیتی منتسبه، یعنی جعل شده، غیر از اینکه در هیچ نسخه ای نیست که شما الان برید نگاه کنید، چنین اصلا بیتی وجود نداره. بعدم اونجا اصلا مشخصه مولوی داره در باب عزاداری بی‌معرفت حرف میزنه، میگه پس عزا بر خود کنید این خفتگان، چون که بد خوابی است این خواب گران. بعد چه تعابیری در مورد امام حسین به کار میبره. اینطوری شعر چرا تو مثنویه دیگه؟ چیه بخونید؟ نه اون از اولش سلامت دارید تو این کتاب. آره روح میگه جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. ببینید یعنی انگشتمون رو. خب بعدش تا من اینو میتونم پیدا کنم این داستانه، فکر کنم اینجا هست. ممنونم، متشکرم. آره مثلا از اینجا این گونه شروع میشه که بعد که اون میگه که ما داریم برای امام حسین عزاداری میکنیم، میگه که گفت آری لی کو دور یزید کی بودستین غم، چه دیر اینجا رسید. میگه چون همه بحثش اینه که شما دارید عزاداری بی‌معرفت میکنید، مثلا امام حسین رو نمیشناسید شما، مثلا انتقادش ناظر به اینه. چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران آن حکایت را شنید. میگه کورا دیدنش، کرا شنیدنش، شما هنوز تازه بهتون رسیده. خفته بودستی تا اکنون شما، که کنون جام دریدید از عزا. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. بعد اینجا شروع میکنه در مورد امام حسین. روح سلطانی ز زندانی بجست. جامه چه درانیم و چون خواهیم دست، چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بکسستند بند، سوی بشکستند بند. بعد میاد مثل شما اینجا رو اگه نگاه بکنید اصلا چیزی به نام کورکوران مرو در کربلا تا نیفت اصلا نمیشه این بیت تو این داستان باشه و در هیچ جای مثنوی هم نیست. غیر از این پس این بیت ناظر به ممنون از شما، ناظر است به عزاداری بی‌معرفت. بعد اون شعر معروف مولوی در باب تو غزلای چیز دیگه تو دیوان شمس هست که کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبک بالان عاشق، پرند طرز مرغان هوایی. این شعر که خیلی از ما میخونیم و نمیدونیم مال مولویه، در باب شهادت حضرت ابو عبدالله. و اینکه و اینم بگم میدونید که در بین بعضی از آیون اهل سنت مثل غزالی کسی است که یزید رو تا حدی بالاخره میخواد از این مصیبتی که بر حضرت ابو عبدالله آورده نجات بده و تا حدی توجیه میکنه و چه زیبا اون بزرگ سنایی ظاهرا جوابش هم میده که بالاخره چون میگه اینقدر مثلا لعنت نکنید و اینها، میگه که داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه گذشت. بعد مفصل میگه آره غزالی از بزرگان اهل سنت. بعد او این شعر رو برای او میفرسته که داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه گذشت. پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. پس چرا لعن بر این؟ حالا شعر از ذهنم رفت، حالا بیت آخر جان ذهنم رفت. منظور که ولی مولوی از کسانی نیست که اساساً هیچ جایی رو برای یزید نمیگذاره که یزید کار خوبی کرده.
به هیچ عنوان. و این بیت که اولا نیست در هیچ جای مثنوی و اصلا از مولوی نیست و این شعر ناظر به چیه؟ ناظر به عزاداری بی‌معرفتی که ما همین الان هم متاسفانه که از مشکلات و معضلاتی که همین الان باش گریبان گیریم چیه؟ قضیه عزاداری بی‌معرفت بر سالار شهیدان است. ان شاء الله که خدا همه ما رو جز شیعیان واقعی حضرت قرار بده ان شاء الله. سوالی دارید؟ دیگه روح سلطانی اون بالاتر داره دیگه، روح سلطانی ز زندانی بجست چون که آنان خسرو به دین بوده اند. این تعابیری نیست که مثلا یه نفر. خب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.